سلام المسایم، امید که خوب باشین. بیاین با ما بریم به رستوران کفتریا. این هم از راه است و این هم نزدیک کفتریا شده بودیم که گفتم یک ویدیو براتون بگیرم از بیرون رستوران. این هم از داخل رستوران است که خیلی یک رستوران پاک و منظم است. ما هر بار که نان خوردن میریم به رستوران کفتریا میریم که غذایشان واقعا فوق العاده است. این هم از خدکم و این هم از فضای بازش است که خیلی یک فضای مقبول داره. در بهار مقبول است، برای در زمستان کمی هوا سرد می باشه. این هم از ماست و این هم از پرندگان و خرگوشک های مقبول اونجا بودن، خیلی کیوت بودن. و این هم از نانی که ما آردر داده بودیم، چیزایی که ما آردر داده بودیم البته. و یک گلاس چای به ما همینطور تحفه آوردن که او را خوردیم و بعد از او خواستیم که بریم دیگه. و اینی هم از خرگوشک های مقبولشان است که خیلی مقبول است. من اینجا کوشش کردم که یک چند دقیقه امرشان ساتیری بکنم. میگم من از خرگوش میترسم واقعا. گفتم باشه که دستم دندان نکنه، از خاطر دیگه رفتم. بیرون شدیم از اونجا، گفتیم بریم خیلی حالا که آمدیم یک شیریه خام بخوریم در رستوران چاریکاری. و اول خود جوس ما بخاطر که شیریه نخوردم جوس خوردم. این هم از ما و خداحافظ. این هم از راه که ما میریم در طرف خانه.